تو سال 1922 یه تیم از باستانشناسای انگلیسی به رهبری هاوارد کارتر و لرد کارنارون مومیای توت‌عنخ‌آمون رو پیدا کردن و این باعث شد اهرام مصر و رازهای مربوط به پادشاهان مصر باستان مرموزتر هم بشه. کنار مومیایی کلی جواهرات با ارزش، الماس و چیزای دیگه پیدا کردن و صورتش رو با یه ماسک طلایی پوشونده بودن. اما سوال اینه که چرا مقبره توت‌عنخ‌آمون رو اینقدر خاص دفن کردن؟ طبق نوشته‌های قدیمی خیلی از دانشمندا و کارشناسا میگن مصری‌ها فکر می‌کردن توت‌عنخ‌آمون یه آدم معمولی نبوده، بلکه یه جورایی یه خدا بوده و مردم مصر مثل یه خدا پرستشش می‌کردن. به خاطر همین بعد از مرگش جسدش رو خیلی خاص دفن کردن. میگن توت‌عنخ‌آمون تو 9 سالگی پادشاه شده و تو 18 سالگی به طرز مرموزی مرده، اما طبق تحقیقات احتمالاً به خاطر یه بیماری مثل مالاریا فوت کرده.